اگه اینجایید یعنی به دنبال یه سیستم واقعی برای تغییر زندگی و درآمدزایی بودید. بهتون تبریک میگم، چرا که روی نقطه مهمی ایستادید. اگه از زمانهای طولانی کار کردن خسته اید، اگه درآمد کارتون کفاف زندگیتون رو نمیده، اگه خسته اید از کار کردن برای دیگران، یا اینکه دوست دارید از خونه کار کنید و کنار خانواده‌تون باشید، اگه به دنبال یه بازنشستگی زود هنگام و راحت هستید، یا حتی اگه به دنبال یه تغییر هستید، پس سیستمی که ما امروز به شما معرفی میکنیم یکی از آپشن‌های موجود نیست، بلکه تنها آپشن معتبره. با ما باشید، ما توی این ویدیو به طور کامل توضیح میدیم که سیستم ما چطوری کار میکنه و چرا ما معتقدیم که این سیستم بهترینه. سیستمی که ما به شما معرفی میکنیم یک بیزینس مدل آنلاین کاملا منحصر به فرده که فلسفه‌اش فراهم کردن فرصت درآمدزایی برای همه افراد صرف نظر از سن، تحصیلات و تجربه قبلی، آن هم در کمترین زمان ممکنه. پس یه نفس عمیق بکشید و با آرامش بقیه ویدیو رو ببینید. همه ما میدونیم که امکان نداره آدم از یک راه امن و مطمئن یک شبه پولدار بشه. اما خبر خوب اینه که ما همه اون مهارت‌ها و ابزارهایی رو که شما برای پولدار شدن نیاز دارید و در اختیارتون قرار خواهیم داشت و از این طریق کنترل همه چیز رو میتونید در اختیار خودتون داشته باشید. پس از یک راه امن و مطمئن، نه یک شبه، بلکه با سعی و تلاش شما پولدار خواهید شد. ما با استفاده از یک سیستم کاملا پیشرفته که افراد متخصص طراحی کردند، یک ورژن منحصر به فرد فرانچایز در اختیار شما میذاریم. این به این معنیه که تمام ابزار فروش، آموزش و راهنمایی و محصولات رو برای شما آماده کردیم. پس ما کار و مسیر رو تا جایی که میشد برای شما ساده و روشن کردیم. این منحصر به فردترین ویژگی این بیزینسه که هیچ جای دیگه نظیرش رو پیدا نمی کنید. با این روش شما دیگه نگران سخت‌ترین مرحله شروع یک بیزینس که دلیل ورشکستگی بیشتر بیزینس هاست نخواهید شد و با اطمینان خاطر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مرحله را پشت سر خواهید گذاشت. پس شما امروز یاد میگیرید که چطور کسب و کار آنلاین خودتون رو راه اندازی کنید. چطور با استفاده از سیستم اثبات شده کسب درآمد میکنید و کامیشن های فوق العاده دریافت میکنید. و اینکه چطور هر کسی فارغ از سن و تحصیلات و تجربه میتونه از این سیستم استفاده کنه. حرکت دنیای امروز به سمت دیجیتال شدن از یه طرف و تورم جهانی رو به رشد از طرف دیگه جای هیچ سوالی باقی نمیذاره که اگه ما بیزینس آنلاینی نداشته باشیم که 24 ساعت و به صورت خودکار برامون کار کنه، ما حتما عقب میافتیم. همیشه وقتی که تورم اتفاق میفته نگرانی های ما هم چند برابر میشه. اصلا به خاطر هم هست که گرانی ها بسیار میشه و امکان داره که ما کار خودمون رو از دست بدیم و همه ما از این موضوع استثنا نیستیم. بنابراین همه ما دست کم به یکی از این گروه ها تعلق داریم. میخوایم خونه باشیم و وقت بیشتری رو با خانواده بگذرونیم. شاید بچه‌های کوچیک داریم و میخوایم از لحظه های شیرین بزرگ شدنشون لذت ببریم. شاید میخوایم درآمد بیشتری داشته باشیم که به آرزوهامون برسیم. هر چی که باشه، سفر دور دنیا، خونه، ماشین یا هر چیز دیگه. میخوایم رئیس خودمون باشیم که بتونیم از هر مکان و زمان که خودمون صلاح میدونیم کار کنیم. شاید هم نگران دوران بازنشستگی و پایین اومدن لایف استایلمون هستیم و یا دوست داریم که خیلی زودتر بازنشست بشیم. و شاید مهاجر تازه واردیم و هنوز جا نیفتادیم. هنوز درگیر رزومه نوشتن و تاییدیه این مدارک تحصیلی گرفتن و این چیزایی. همه ما با دلایل مختلفی میتونیم وارد این سیستم بشیم. مهارت‌های لازم رو یاد بگیریم و بیزینس خودمون رو بسازیم و رشدش بدیم. توی این بیزینس درآمدهای 3-4 هزار دلاری تا 30-40 هزار دلاری امکان پذیره و فقط بستگی به ما داره که کدومش رو انتخاب میکنیم. حالا دیگه وقتشه که بریم در مورد اصل بیزینس مدل بدونیم.
برای داشتن یه بیزینس موفق شما به 3 رکن اساسی نیاز دارید. ضعف توی هر کدوم از این 3 رکن باعث ناموفق شدن بیزینس شما میشه. هدف از این قسمت اینه که شما اول از همه فرق بیزینس های آنلاین و آفلاین رو متوجه بشید و بعد بدونید که ما به عنوان دیجیتال مارکتر چه برگ های برنده‌ای در دست داریم. اما 3 رکن اساسی کدومان؟ اول از همه پیدا کردن سرویس یا کالایی که با ارزش باشه، توی رقابت اعتبار و کیفیت برنده باشه و تقاضا براش زیاد باشه هست. فضای آنلاین در سالهای اخیر خیلی تغییر کرده. هدف از بیزینس‌های آنلاین اینه که مردم رو به کالا یا خدماتی که نیاز دارن راحت‌تر برسونن. یکی از معروفترین اونا افیلیت مارکتینگ هست. شما میتونید با کمپانیایی مثل آمازون، والمارت یا تریپ ادوایزر کار کنید و مخاطبان رو به محصولات و خدماتشون وصل کنید. در ازای هر فروش کامیشن بگیرید. اما بیشتر این کمپانی‌ها میخوان که شما تخصص و تجربه خیلی زیادی تو این زمینه‌ها داشته باشین و یا به طور مثال اینفلوئنسر باشید و ترافیک بالایی براشون ایجاد کنید. راه حل بعدی استفاده از واسطه هایی است که شما و برندهای دیگر رو به هم وصل میکنن، مثل کلیکشیر و غیره که به شما لینک های اختصاصی میدن که افراد از طریق لینک شما اون محصول رو تهیه کنن. اما از این راه بخش زیادی از کامیشن شما به جیب این واسطه ها میره و مبلغ بسیار ناچیزی از هر فروش برای شما باقی میمونه. مسلماً ما به عنوان صاحبان بیزینس میخوایم که بالاترین میزان درآمد رو داشته باشیم. درسته؟ بنابراین ما به طور کامل واسطه ها رو حذف کردیم تا تمام کامیشن رو خودمون دریافت کنیم. برای برندها و کمپانی‌های کار می‌کنیم که دارای اعتبار جهانی هستند و از خدمت چشمگیری برخوردارن. شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که با اتفاقاتی مثل پاندمیک و کووید ورشکستن، ضمن اینکه بتونن بدون هیچ واسطه‌ای مستقیم با خود شما در تماس باشن. حالا بیایید اصل دوم رو بررسی کنیم. هر بیزینس موفقی چه آفلاین چه آنلاین نیاز داره که وبسایت داشته باشه. در دنیای بیزینس‌های آنلاین وبسایت باید طوری طراحی بشه که متقاضی مراحل خرید را به راحتی طی کنه. به این قسمت سیل فانل یا قیف فروش میگیم. زمانی که شما با سیستمی کار میکنید سیل فانل هوشمندی داره، یه نیاز ندارید که به دنبال اعضای خانواده و دوست و آشنا برید و یا اینکه نگران باشید که حتما افراد زیادی را بشناسید تا موفق باشید. بخش دیگه قیف فروش ارسال ایمیل و پیگیری های لازم با مشتری است که یک بیزینس موفق تمام این مسیر را به طور سیستماتیک طراحی میکنه تا از تلف شدن وقت و انرژی اضافه برای صاحب بیزینس جلوگیری کنه. پس بیایید یک جمع‌بندی داشته باشیم از رکن دوم یا همون قیف فروش. ما یاد گرفتیم که برای ساختن قیف فروش بایستی که اطلاعات خیلی فنی و دقیقی داشته باشیم، باید تجربه طراحی وبسایت داشته باشیم یا هزینه بالایی براش بپردازیم، باید بازاریابی کنیم و زمان فراوانی رو برای پاسخگویی به مشتریان بذاریم. اما خبر خوب اینه که توی این بیزینس آنلاین ما از متخصص‌ترین افراد و جدیدترین علم مارکتینگ روز استفاده کردیم تا تمام این خدمات به صورت اتومات برای شما فراهم بشه و از همه مهمتر این که این سیستم رو ما قبلا برای هزاران نفر دیگه استفاده کردیم و بهترین بازخورد رو ازش گرفتیم. این یعنی چی؟ یعنی این که از این طریق شما هزاران دلار هزینه به علاوه زمان زیاد آزمون و خطا و استرسای کشنده رو صرفه‌جویی کردید. رکن سوم هر بیزنس موفق پیدا کردن افراد علاقه‌مند یا ترافیک فروشه که در بیزنس مدل ما این قسمت بر عهده شماست. نقش شما اینه که از طریق مهارت‌هایی که قرار یاد بگیرید و با استفاده از خلاقیت و تجربه خودتون ترافیک با کیفیت به سمت وبسایتتون بیارید. این یکی از مهمترین ارکان این بیزنسه. تنها بخشی که شما انجام میدید. بذارین یه مرور بکنیم. شما با 3 رکن اصلی یک بیزینس موفق و تفاوت بیزنس مدل ما با سایر بیزینس ها آشنا شدید. شما حالا میدونید که ما با بهترین و معتبرترین کمپانی‌ها کار میکنیم. سیستم هوشمند داریم که توسط متخصصین طراحی شده و سنگین‌ترین بخش کار رو برامون انجام میده.
و حالا شما میدونید که برای داشتن بهترین مخاطبها آموزش‌های رایگان و کاملا اثبات شده دریافت میکنید و هیچ وقت توی این مسیر تنها نخواهید بود. بیایم برگردیم عقب‌تر. شما چرا دارید این وبینار رو نگاه میکنید؟ شاید شما از کارمندی خسته شدید و دلتون میخواد که پول بیشتر با استرس کمتر به دست بیارید. شاید به دنبال بازنشستگی آرومتری هستید و یا شاید از چالش‌های بیزینس آفلاین خسته شدید. شاید هم بچه کوچیک دارید و میخواین از خونه و کنار بچه هاتون درآمدزایی کنید. شاید هم کلاً کار بیرون از خونه رو دوست ندارید و دلتون میخواد از اینترنت بدون چالش دنبال کار گشتن و رزومه ساختن پول بسازید. شاید آرزوهای بزرگ دارید و میخواید تا جوان هستید جای پاتون رو محکم کنید. دلیل شما هرچی هست، بیزینس آنلاین ما تنها آپشن موجوده، چرا که استرس و ریسک پول از دست دادن نداره. 80% امور توسط سیستم مدیریت میشه و از شما وقت زیادی نمیگیره. آموزش های رایگان و ساپورت دائم العمر داره و از همه مهمتر پتانسیل بی نهایت بالایی برای درآمدزایی داره. درآمدی بین 1000 تا 100,000 دلار در ماه. بله، درست شنیدید. تعداد میلیونرها در این بیزینس نشانه پتانسیل بالای این سیستمی هست که شما واردش شدید. اگر شما بخواید یه بیزنس آنلاین مستقل رو از صفر شروع کنید، این لیست کارها و هزینه‌هاییه که لازم دارید. درسته، شما نیاز به هزینه سالانه حدود 22,000 دلار دارید. اگه تا اینجای وبینار اومدید یعنی اینکه آماده اید که از نقطه امن خودتون بیرون بیاید، مهارت‌های جدید یاد بگیرید تا نهایتاً زندگی بهتری برای خودتون و خانواده‌تون رقم بزنید. جذاب‌ترین قسمت این بیزینس اینه که شما با داشتن منتور و مربی فارسی زبان هیچ وقت تنها نیستید. این در حالیه که دسترسی به وبسایت رسمی بیزینس که به زبان انگلیسی هست و همیشه دارید، اما در کنارش پشتیبانی فارسی هم همیشه خواهید داشت. بنابراین شما وارد یک کامیونیتی مولتی نشنال میشید، اما میبینید که کامیونیتی فارسی زبان جای پاشو محکم کرده. شما تمام ابزار و حمایت هایی که دیگران داشتن تا درآمدهای 6-7 رقمی داشته باشن رو دارید و دیگه هیچ چیز سد راهتون نیست تا اینکه شما هم به درآمدی که دوست دارید برسید. برگردیم به بحث هزینه ها. اگه یادتون باشه روی این اسلاید براتون توضیح دادیم که برای راه اندازی یه بیزینس آنلاین شما با این هزینه ها مواجهید. به نظر من 22,000 دلار هزینه معقولیه وقتی که قرار زندگی هزاران نفر رو تغییر بده. اما آیا همه میتونن از پس این هزینه ها بر بیان؟ من که میگم نه. ما فکر کردیم که چطور میتونیم که تا جای ممکن هزینه‌های راه اندازی بیزینس رو از روی دوش شما برداریم و نهایتاً تونستیم بهترین استراتژی موجود در بازار رو برای شما مهیا کنیم. اما ما یک قدم هم پیشتر رفتیم. با این کار هم بار هزینه‌های اولیه و استرسش رو از روی دوش شما برداشتیم و هم به شما فرصت دادیم که با آگاهی کامل وارد بیزینس بشین. بنابراین یک دوره آزمایشی برای شما در نظر گرفتیم که در این دوره با جزئیات کامل بیزینس، منتور، مربی و نحوه سرمایه گذاری و نحوه کسب درآمد و میزان کامیشن ها آشنا میشین و بعد برای شروع بیزینس با آگاهی کامل تصمیم میگیرید، چرا که هدف اصلی ما اینه که افرادی که دوست دارن زندگیشون رو تغییر بدن بتونن بیزینس رو شروع کنن و مهمتر از همه موفق باشن. شاید فکر کنید که حتما دوره آزمایشی خیلی باید قیمتش بالا باشه. راستش رو بخواید منم فکر میکنم باید اینطوری می بود، اما شما خیلی خوش شانسید به خاطری که الان
تنها با مبلغ $149 میتونید وارد دوره آزمایشی بشید. تازه ما به اینجا بسنده نکردیم. از اونجایی که ما 100% به بیزینس مدل خودمون مطمئن هستیم، 30 روز به شما فرصت میدیم که تمام جزئیات رو بدونید و اگه به هر دلیلی نخواستید این بیزینس رو شروع کنید، همین $149 هم بدون هیچ سوالی به شما برگردونیم. پس الان شما لازم نیستش که زیاد فکر کنید. راستش اصلا اطلاعات کافی هنوز ندارید که بتونید بر پایش قضاوت کنید. پس من همینجا وبینار رو تموم میکنم. همین الان وارد دوره آزمایشی بشید. بقیه ویدیو و اطلاعات رو توی مرحله بعدی در اختیارتون قرار میدیم. همین الان روی لینک دوره آزمایشی بزنید و وارد بشید. اونور میبینمتون.